السلام علیکم دامنای عزیز. بسیار از شما خواهش دارم که درباره نماز عاشقانه و نماز اساسی و ما چیزی میفهموندی، زیرا ما نماز میخوانیم لکن از لذتش چیزی نمیفهمیم. البته نماز این خیلی یک عبادت بلندی هست، عبادتی هست که به سبب این خداوند شما را وارد جنتش میگرداند. حتی رسول اکرم میگوید نماز بنده در قیامت برای او تاج است و یک روشنی هست در روز قیامت. و اولین سوالی که در روز قیامت بنده را خدا میکند این نماز است، آیا نماز ادا کردی یا نه. نماز عاشقانه گفتن، من یک کتاب دارم به نام نماز عاشقانه، خود کتاب نامش نماز عاشقانه هست. در اون داخل من یک قصه را دیدم، میخوام این قصه را بر شما حکایت کنم. این هم از بچه اسما هست، نبیره ابوبکر صدیق است. نام این حضرت عروه هست، عروه ابن زبیر. شوی اسماء زبیر نام داشتند، بچه همین زبیر عروه نام داشتند. به یک کسل مبتلا شدند. کسل سرطان بود. سرطان یعنی رگ میگیم، رگ در همین ساق، در همین پای نبیره حضرت ابوبکر صدیق پیدا شد. طبیب ها را حاضر کردند. طبیب ها گفتند، عروه گفتند کمی مواد مخدر بر تو میتیم تا که تو بیهوش میشوی، این پا را باید که ما قطع کنیم، ببرید. بغیر قطع کردن، بغیر بریدن این پا دیگر طبابت ندارد. عروه گفتند من مواد مخدر استفاده نمی کنم، یعنی موادی که عقل مرا زائل کند، گفت این حرام است، من این استفاده نمی کنم. طبیب ها گفتند عروه اگر این تو استفاده نکنی در بریدن پا بسیار مشقت و عذاب میکشی. گفتند نه. گفتند وقتی من در نماز شروع کردم، در التحیات لله و الصلوات و الطیبات رسیدم، شما بریدن سر کنین. نماز بین، نماز عاشقانه را بینیم. وقتی من در التحیات میرسم، در حالت التحیات اگر تمام بدن مرا ببرین من درک نمی آورم. حضرت عروه میگن نشستن التحیات سر کردن. طبیب ها در دست کاردها منتظر. حضرت سر کرد التحیات لله و الصلوات و الطیبات، رفت دیگر از هوش رفت، در عالم دیگر پیدا شد. طبیب ها پا را بریدن. حضرت عروه میگد بعد نماز میگد و هوش آمد، نگاه کرد که پا بریده شده است. گفت پای مرا همراه من به خانه من برید. حضرت میگد به خانه رفتن، پای در پیش خود جان گذاشتند و خبرگیرهای زیاد که در اطراف نشسته بود. این عروه میگه فریاد زد. دو فرزند داشت، فرزند کلانیش فریاد زد برای چی خدمتی باشد. فریادش زد، میگد این فرزند کلانی صدا نداد. عروه که فرزندهای خوب تربیه کرده بود، در اولین صدای او لبیک میگفتند حیرت دمان. گفت این لله و این الیه راجعون. چی شد که فرزند من صدا بر صدای من نداد؟ چرا لبی نگفت؟ این بار اول است که من میشنوم که فرزند فریاد میزنم و لبی نمیگوید. حاضرین که از قصه فرزند او درک داشتند گفتند عروه گفتند الحال فرزند تو بالای بام برآمده بود، الحال یک زمان گفت وای از بالای بام افتید و هلاک شد. مصیبت بین. اون برادری که یک روز سوال داده بود که در یک فرزندش از دنیا گذشتن اکثر عبادتاش ترک کرد، نظر بر این دوستی خدا کن، عبرت از این دوستی خدا بگیر. حضرت میگد در حال چی گفتن؟ خدایا گفتن من دو فرزند داشتم، دو میوه دل داشتم، با گرفتگیتم شکر، به این فرزند خورده که دارم به اینم شکر. دو پای داشتم، این پایی که از دست دادم به اینم شکر، به این پایی که الحال هست شکر. دوستهای خدا را ببینین، حالتهای وزنین در صبرشان ببینین و نماز عاشقانه را ببینین.
این است برادر عزیز، یک لحظه از نماز عاشقانه. فکر میکنم البته این برای همین سوال این دادگی برادر کفایت کننده است. لیکن این گونه قصه ها خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. سلام بابای داملا. بعضا آدمان را میگوییم که چرا نماز نمیخوانی؟ میگویند که نمازخوانها کجا را گرفتند. البته این صدای هست که اولین بار نیست. من بر شما باز میگم برادرای عزیز، در سخن هر یک انسان شما دل شکسته نشوید. التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. پیغمبر ما و شما میگوید توفیق، خدا ترسی، نمازخوانی این یک عبادت خیلی بزرگی هست، یک چیزی خیلی بزرگی هست که خدا فقط بندگان دوستدارش میده، هر بنده را نمیده. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. صدق الله العظیم. سوره تبارک، سوره ملک که ما و شما میخوانیم، وقتی که دوزخیان در دوزخ پرتافته می شود میگد سمیع لها شهیقا. دوزخ میگد به منزله که در پیش یک خر کمی جو می پرتای یا اینکه جو از دور میبیند و یک هرهر دارد، بعد آواز خچه بلند میکند. وقتی دوزخی میگه در چای دوزخ پرتافته می شود، اول دوزخ همتا یک هرهر دارد. وقتی دوزخی تا چند پایان رفتن که گرفت سمیع لها شهیقا و هی تفور، چنان هنگست میکند این دوزخ که حتی میگه نزدیک است که از غضب دوزخ پاره پاره شود. با آمدن دوزخی خشنود میشود. از خرسندی که دوزخی در داخلی او داخل شد، این میگه صدای بلند میزند و ملائکه هایی که در اون داخلی دوزخ، ملائکه های عذاب میگویند. اونها چی میگویند؟ میگویند آیا برای شما یگان ترساننده نبود؟ آیا شما را کسی نبود که خبر دهد که نماز است، روزه است، عبادت است، قبر است، قیامت است؟ آیا در بین شما نبود؟ اینا چی میگویند؟ میگویند بود در بین ما، لکن ما میگفتیم این سخنهای شما افسانه هست. ما میگفتیم که نمازخوانها کجا را گرفتند. این گونه صداها میدادیم. این صدای همین انسانی میشود که در روز قیامت از داخل چاه به سوی ملائکه عذاب این چنین جواب میگوید ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. دوزخی ها را خداوند از یک جانب میگذاشته است و بهشتی ها را از یک جانب. در قرآن میگوید خدا، در پاره 29 از قرآن است، میگفته است جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ما سلککم فی سقر، چی شد که تو دوزخی شدی؟ تو در همراه من بودی، تو هم تاجیک بودی، تو هم خودت مسلمان میگرفتی، چی شد که امروز تو دوزخی شدی؟ چی میگفته است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. در اصل من تاجیک بودم لیکن نماز نمیخواندم، بی نماز بودم. از حساب بی نمازیم امروز در قعر دوزخ خدا مرا جا کرده است. این است جواب این برادرها در روز قیامت.